دست راستش رو به نشانه بیعت بیاره بالا. ما کسانی هستیم که بارها، هفته ها و ماه هاست در میدان گفتیم ما بر عهدمون هستیم. حالا در جلسه روضه علی اصغر سلام الله علیه لبیک گو هستیم به امام زمانمون. درود خدا بر اونایی که هم دستشون آوردن بالا، همین دست کوچولوی بچه‌شون رو گرفتن بالا، میگن دلمون میخواد از الان بچه‌مون با امام زمان بیعت کنه. هم عهدی با امام زمان به نام نامی صاحب الزمان. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی. حالا این دست بیعت کننده رو تبدیل کنید به سمت آسمان، دست دعا کنید و حاج امید آقای عزیز ما بسم الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه